سلام میکنم خدمت تمامی عزیزان. امیدوارم حالتون عالی باشه. با یک آموزش دیگه در خدمتتون هستم با برنامه اینستا شوک. خب داخل برنامه وقتی وارد میشیم و پنل فعال داریم، این بالا سمت راست برنامه برامون روزهای باقی مانده پنلمون رو اعمال میکنه، نشون داره میده. و سمت چپ بالا شما گزینه منو رو میبینید. اگه روش کلیک بکنیم اینجا یه سری تنظیمات برنامه از جمله پیج های ما رو اینجا برامون قابل مشاهده گذاشته تو این بخش. اگر افزودن حساب کاربری استفاده بکنیم اینجا میتونیم آیدی اینستاگراممون رو معرفی بکنیم به برنامه که به این صورت اصلا این تیک اینجا وجود نداره. اون موقع اینجا شما آدرس پیجتون رو به انگلیسی تایپ میکنید و ذخیره و ورود رو میزنید. توجه داشته باشید که زبان اینستاگرام و زبان گوشی شما ترجیحاً خوبه روی انگلیسی باشه. اگه اینستاگرامتون زبانش انگلیسی نباشه به هیچ وجه برنامه براتون کار نخواهد کرد. حالا من گزینه در واقع آیدی که یک بار اینجا وارد کردم میذارم و دکمه ورود رو میزنم. در بخش بعدی پایین افزودن حساب کاربری ما دکمه خروج رو داریم که اگه بزنید از پنلتون که 358 روز برای من باقی مانده برنامه خارج میشه و بعد از شماره تماسم، شماره تلفنم و اون کد ورود به برنامه استفاده بکنم که دوباره وارد برنامه بشه. بخش فعال بودن دائمی سرویس دسترسی مربوط به این هستش که اگه فعالش کنی برنامه دیگه دسترسی‌هاش نمیپره و همیشه دسترسی‌هاش باقی میمونه. فعال بودن صدا و یک گزینه محدودیتی برای ست کردن محدودیت 700 اکشن در 24 ساعت. این دکمه رو شما اگه فعال بکنید فرایند نرم افزار رو روی پیج محدود به 700 اکشن میکنید. این باعث میشه که حالا اگه اکانت خیلی حساسی وجود داره یا خدمت شما عرض کنم که میخواید فعالیت محدودتری برنامه روی گوشی شما داشته باشه میتونید از این گزینه استفاده کنید. گزینه آخر هم که توضیحات برنامه است. اون پایین توی بخش نسخه اینستاگرام شما نسخه اینستاگرامی که برنامه باهاش سازگار هست و نسخه برنامه رو مشاهده میکنید. توجه داشته باشید که این باید با نسخه اینستاگرام شما یکی باشه که دقیقاً برنامه تمامی بخشاش بدون موارد و چالش برای شما کار بکنه. اگر احیانا گزینه اوتو آپدیت اینستاگرام فعاله براتون اونو دیزیبل باید بکنید. نکته بعد در خصوص تعریف کامنت هشتگ لوکیشن اختصاصی هستش که تو این بخش من وقتی تاچ کلیک میکنم این بخش برای من باز میشه و یه سری در واقع هشتگ های پربازدید مربوط به کسب و کارم رو باید اینجا معرفی بکنم و این دکمه سندش رو بزنم. و بخش کامنت های پست و کامنت های استوری و پیام های دایرکت یک 3 بخشی هستن که در واقع نیازمند تعداد پیام زیادیه. یعنی شما حداقل 70 پیام دایرکت، 70 کامنت استوری با روانشناسی و کامنت پست باید اعمال بکنید داخل تنظیمات برنامه که از این کامنت ها استفاده بکنه برای اینکه این تعاملات رو با اکانت شما یا اکانتتون انجام بده. یه سری یوزر شیر هم اینجا وجود داره که کانتنت و محتوا رو با این یوزرها به اشتراک میذاره و بخش لوکیشن هم وجود داره که داخل اون لوکیشن و پست هایی که تو اون لوکیشن پست میشن تعاملات انجام. نحوه در واقع اضافه کردن یک هشتگ به این صورتی که هشتگ رو بدون خود علامت هشتگ اینجا می نویسیم و دکمه سند رو میزنیم. به همین صورت هستش. پست هم به همین شکل هستش، یه چیزی می نویسیم و دکمه سند رو میزنیم. کامنت استوری پیام به همین شکل هست. یوزر رو بدون ادساین و به صورت انگلیسی یوزر اینستاگرامی که قراره باهاش اشتراک گذاری انجام بشه رو اینجا تایپ میکنیم. برای بخش لوکیشن شما برنامه رو که باز کنید یه دونه لوکیشن
دیفالت اینجا براتون هست. روی این دکمه آیکون در واقع اینستاگرامش که کلیک کنید شما وارد یه لوکیشن رندوم میشید. زبدرش رو میزنید، توی بخش سرچ میتونید برید و اینجا تهران رو سرچ کنید. پلیسز و تهران ایران رو اینجا انتخاب میکنم. خب اینجا من لوکیشن تهران رو وارد کردم و اینجا گزینه شیر تو رو میزنم. با این گزینه اینجا من میتونم لینک لوکیشن تهران رو کپی بکنم و داخل برنامه قرارش بدم. اینجا قرارش میتونم بدم و از برنامه تو این لوکیشن استفاده بکنم. پاور رو که بزنیم وسط صفحه برنامه اینجا میتونیم عملکردها، اکشن هایی که میخوایم انجام بشه و برای اکانتمون فعال بکنیم. یه گزینه تنظیمات چرخنده داره که میتونیم اینجا تنظیم بکنیم که به چه صورت چه تعاملاتی رو انجام بده و توی چه بخشایی چه تعداد، به طور مثال توی این بخش هشتگ ها چه تعداد پست اسلایدی رو از اسلایدش چه تعداد رو ببینه، چه تعداد پست رو هم پیمایش بکنه. بعد از ست کردن این فرایندها میتونم شروع رو بزنم. برای دوستانی که برای اولین بار میخوان استفاده بکنن، اولا که یه لطفی بفرمایید موارد رو به صورت همه با هم استارتش رو نذارید. ممکنه اکانت هایی که تعامل پایینی داشته باشن از همین بابت دچار مسائلی باشن و محدودیت هایی داشته باشن. بنابراین بخش برنامه رو در ابتدا و به صورت پلکانی عددهای در واقع تنظیماتش رو تغییر بدید و بالا ببرید. یکی از بخش‌ها رو به طور مثال هوم رو من انتخاب میکنم و شروع رو میزنم. اینجا برای اولین بار بهم میگه که فعال سازی اون دسترسی ها رو باید انجام بدم. گزینه فعال سازی رو میزنم، اینستاشوک رو انتخاب میکنم و این گزینه دادن دسترسی اینستاشوک رو 2 بار میزنم. 1 بار غیر فعالش میکنم، دوباره فعالش میکنم. یه باگی که API اندروید داره خیلی مواقع این هستش که این دسترسیاش بعضی مواقع نیازمنده اینه که 2 بار فعالش بکنیم. خب یه مسئله دیگه هم خدمت رو عرض کنم. یه تنظیماتی رو ما اینجا داشتیم به اسم فعال بودن دائم دسترسی. اینو شما وقتی اینجا فعال بکنید دیگه نیاز نیست فعالیت تنظیمات در واقع دسترسی رو دوباره بهش بدید. خب گزینه مربوطه خودم انتخاب میکنم، تنظیماتش رو چک میکنم، میخوام این فعالیت ها انجام بشه به طور مثال و شروع رو میزنم. و برنامه شروع به کار میکنم. خب عزیزان، امیدوارم این آموزش براتون کاربردی بوده باشه و موارد خدمت شما عزیزان به طور کامل توضیح داده باشم و از این برنامه بتونید استفاده بکنید در جهت استفاده و افزایش تعامل پیج مورد نظر.